26 دقیقه 3-0. آفشد اسماعیلی میکاره راست، ووریا غفوری اشتباه، میره واسه گل اول، میترکونه ورزشگاه و دیاباته. میبینه ووریا غفوری رو توی دروازه. آدم طرفدار تیم استقلال دارن کیف میکنن از این بازی تیمشون. مهدی قائدی تغییر مسیر عالی، خیلی خوشگل میزنه. طوفان آبی در راه است در تهران. کوتاه فرستاد، میزنه گل مساوی رو. ارسلان مطهری. پرسپولیس از صد شهرداری ماهشهر تو این مرحله گذشته. قائدی کوتاه فرستاد و اینم گل دوم. برگشت توپ، حالا آرپیجی زناشون میزنن. تمام، خدای من. هم گل میزنه هم یه نیمچه ترانه واسه یابی ها. حالا یه موقعیت دیگه با شوت راه دور رو توی دروازه. غفوری ارسال توپ فرصت برای استقلال میفرسته به تیر دوم. دیاباته پلانچه گرفته، فرشید اسماعیلی ضربه رو میزنه توی دروازه.